درود، طاهر سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی همراه شما. نخست نگاه بس سرخط چند خبری مهم. در کولاب گرمای طاقت فرسا مردم را به تنگ آورده است، به خصوص مردم کم بیزات را که وسیله برای سرد کردن خانه ها ندارند. نه شمالتیک ندارم، زورم نرسیده که شمالتیک شام خرم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تغییر سیاست کشور در جنگ اوکراین صحبت می‌کند و گفت رفتار ولادیمیر پوتین سبب این تصمیم شده است. پوتین مردم زیادی را به حیرت آورده است. او نرم صحبت نموده، بیگاهی همان روز همه را بمباران می‌کند. بیشتر از 40 روز است که بینشان است. طالبان میگویند آوازخوان افغان از ظلم شوهر گریخت. همسرش میگوید طالبان هیچ کاری برای جستجوی زوجش نمی‌کنند. شروع میکنیم از یک خبر مهم از تاجیکستان. امبودسمن و یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از مرگ 4 کودک خردسال که مادرشان آنها را به رودخانه انداخت اظهار نگرانی عمیق کرده از جامعه و مقامات خواسته است برای محافظت کودکان تاجیک تدبیرهای بیشتر بیاندیشند. در بیانیه دفتر مطبوعات امبودسمن درباره فاجعه ماه گذشته در ناحیه فرخار آمده است حادثه مذکور باعث نگرانی عمیق مقامات و اهل جامعه گردیده چاره‌های تغییرناپذیر را در سمت حفظ حقوق و تأمین منفعت‌های بهترین کودکان تقاضا می‌نماید. شب 29 به 30 ایون مدینه حلیمه و مادر 27 ساله 4 طفل خردسال که خردی 3 ماهه و بزرگی 5 ساله بود، همه آنها و خودش را ظاهراً با قصد خودکشی به رودخانه یخسو انداخته است. فرزندانش غرق شده جان دادند، خودش زنده ماند. او را با اتهام قتل کودکان بازداشت کردند، ولی سبب‌های دقیق قصد خودکشی کردن زنی جوان معلوم نیست. جسد 3 طفلش را پیدا کردند. جستجوی یکی دیگر ادامه دارد. وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان گفته است با وجود اندیشیدن تدبیرها درباره حمایت کودکان، حالت‌های علاهیده فوت، زورآوری و تبعیض که نسبت کودکان به وقوع می‌آیند تشویش‌آور باقی می‌ماند. در این بیانیه همچنین آمده است تحلیل ها نشان می‌دهد که در اکثر حالات حقوق و منفعت کودکان از جانب پدر و مادر، دیگر پرستاران آنها و مخصوصاً شخصانی که کودک با آنها مهر بسته باوری دارد ویران کرده می شود. در جنوب تاجیکستان میمونیم و در شهر کولاب در جنوب که حرارت تا به مرز 40 درجه می رسد، بعضی از خانواده ها نمیدونند روزانه خود را به کجا بزنند، به خصوص عائله های کم بیزاد که کندیسنر و یا وسایل دیگری برای سرد کردن هوای خانه ندارند. بعضی ها هم که بیماری های راه‌های نفس دارند در این روزهای گرمی طاقت فرسا عذاب زیاد میکشند. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد. در این خانه ساده و نیمه ساخت در کنار تپه در کولاب سیلانبی دولت‌آوا با 3 فرزندش زندگی میکند. از گرمی شدت تابستان همیشه در و تیریزش باز است. سیلانبی در یکی از مکتب‌های کولاب فراش است. معاشش همگی 900 سومانی است که برای تأمین نیازهای روزمره بسنده نیست. نه امکان خریدن کندیسنر دارد و نه یک شمال دهنده عادی. خیلی نمی طاقت چکو میکنیم، نه شمالتیک ندارم، زورم نرسیده که شمالتیک شام خرم. این همی بیگاه میشوه، نمیجا گله میپرتویم، در نمی اولی میشینیم. سینه بیگاه ده سهر هفته که میبره در نمی درن خونه در نمی گرمی. پدر فرزندان آنها را ترک کرده است. این سرپناه را خوشتامنش برای او فرزندانش ساخته است. پس از آن مادر خودی سیلانبی به ساختن این خانه آغاز کرده است، اما بنیاد ناتمامان. او درگذشت و ساختمان دیگر تکمیل نیافت. حالا 5 سال می شود که خانه آنها نیمه ساخت باقی مانده است. 3 کودک در لباسش بخرم، پوشاکش بخرم. نمی تابستانی من 4 پاپشی نمیاده خریدم. آوش بخرم، اوقاتش هم بخرم. نمین 900 سامان من ماهاش میگیرم. این خانه را امو خشتامنم که بدم یک خانه را ایش رحمتی اوچم همین قکت که رحمتی اوچم که گذشت بوندم تری. همین است سیلانبی دولت‌آوا گرما را دیگر گرما نمیگوید. گاهی همسایگان از دلسوزی او و فرزندانش را در گرمای روز به خانه‌شان دعوت میکنند. اما به گفته سیلانبی نمیتواند هر روز به خانه دیگران رود. شرم دارد. خانه‌شان در جای بی آب است و حتی درخت نشینانده‌اند که سایه دهد. امسال حرارت هوا در کولاب نظر به سالهای گذشته بلندتر بود. خودی سیلانبی میگوید تا امروز چنین گرمای طاقت فرسا را احساس نکرده بود.
табибон ҳам ба сокинон тавсия доданд ки худро аз нурҳои сахти офтоб нигоҳ доранд. вале барои афроди мисли Сайломби Давлатова ки шароити хариди кондитсионерро надорад, ягона роҳи раҳоӣ тоқат кардан дар чунин хонаҳои хоксорона аст. кейт келлог фиристодаи хоси амрико барои Украина ва Русия рӯзи душанбе вориди шаҳри Киев пойтахти Украина шуд ва дар замоне ки интизор меравад раиси ҷумҳур Доналд Трамп аз тасмими ҷиддӣ дар бораи ҷанг дар Украина хабар бидиҳад. Доналд Трамп ки ваъда дода буд дар муддати кӯтоҳе ба ҷанги Русия дар Украина поён медиҳад, чанд рӯз аст ки баръакси моҳҳои пешин раиси ҷумҳур Владимир Путинро сахт танқид мекунад. маълум нест Доналд Трамп дар бораи чӣ эълон медиҳад, аммо интизорот дар бораи фиристодани аслиҳа ва муҳимоти иловагӣ ба Украина зиёд аст. гузоришеро дар ин бора мирзонабӣ холиқзод тақдим мекунад. در حالی که اهل عالم منتظر سخنرانی مهمی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره جنگ روسیه و اوکراین می باشد، دونالد ترامپ وعده داد که با اوکراین پایگاه ضد هوایی پتریوت میفرستد. شام یکشنبه در صحبت با خبرنگاران، رهبر آمریکا اضافه کرد که به احتمال زیاد اتحاد اروپا این پایگاه را از آمریکا خریده سپس به اوکراین تقدیم میکنند. ترامپ بار دیگر از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین انتقاد کرد. پوتین مردم زیادی را به حیرت آورده است. او نرم صحبت نموده بگاهی همان روز همه را بمباران میکند. خلاص مشکل جا دارد که به من هیچ پسند نیست. در دوره رهبری جو بایدن آمریکا به اوکراین 3 پایگاه پتریوت که بهترین سلاح حمایتی ضد موشک‌های بالستیکی و بالدار به حساب می‌رود دسترس نموده است. کشورهای اروپا 4 پایگاه دیگری پتریوت را در اختیار اوکراینی‌ها قرار دادند. نشریه اکسیوس با اشاره به منبع‌های برایش قابل اعتماد نوشته است که روز دوشنبه ترامپ درباره تغییر جدی استراتژی کشورش در رابطه با جنگ در اوکراین توضیح خواهد داد. به قول اکسیوس، ترامپ سیاست به اصطلاح اگریسیو یا تهاجمی را پیش گرفته به اوکراین اسلحه برای هجوم تقدیم خواهد کرد. همچنان پیش بینی می شود که امروز ترامپ با دبیر کل پیمان ناتو مارک ریوته واخورده از جمله تحولات اخیر اوکراین را بررسی می کند. از سوی دیگر امروز فرستاده خاص پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در امور اوکراین کیت کلاگ برای ارزیابی امنیت اوکراین و تحریم روسیه به کیف سفر کرد. یکی از متفقان نیرومند ترامپ، سناتور جمهوری‌خواه لینسی گریهام، در مصاحبهش با تلویزیون CBS آمریکا گفت که در روزهای آینده ما شاهد ارسال مقدار رکوردی اسلحه به اوکراین می‌شویم. گریهام می‌افزاید یکی از خطاهای بزرگ پوتین این است که او با ترامپ بازی کرد. اکنون ترامپ با پوتین مسلح می‌شود که قدرت ختم جنگ در اوکراین را خواهد داشت. سناتور دموکرات ریچارد بلومنتال که در برنامه CBS همراه با گریهام اشتراک داشت اضافه کرده است که در بین اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا و متفقان اروپایی موافقت حاصل شده است که برای کمک به اوکراین از 300 میلیارد دلار روسیه که در بانک‌های غربی منجمد شدند استفاده بردن ضرور است. در افغانستان تحت نظارت طالبان هنوز صحبت درباره سرنوشت زلالة هاشمی، یک آوازخوان فرو ننشسته است که بیشتر از 1 ماه است که بی‌درک است. زلالة هاشمی سال 2016 بعد از شرکت در آزمون ستاره افغان که تلویزیون طلوع برگزار میکرد در افغانستان معروف شد، ولی بعدی بازگشت طالبان به قدرت که سرود و موسیقی را منع کردند سکوت اختیار کرد. شوهرش میگوید حکومت طالبان در جستجوی زوجش کمک نمی کنند، ولی طالبان خودی او را سببگار ناپدید شدن زلاله می دانند. همکارم خیرامان بقازاده این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او درباره حادثه پرسیدم. سرنوشت زلالة هاشمی بیشتر از 40 روز است که نامعلوم است و شوهرش سید محسن هاشمی میگوید حکومت طالبان به خواسته هایش اصلا توجه ندارد و در جستجوی همسرش به او هیچ کمک نمی کند. او روز 7 ایول به رادیوی آزادی گفت که با گذشت بیش از 1 ماه از ناپدید شدن زوجش هیچ اطلاعی درباره سرنوشت او ندارد. وی از جمله گفت اصلا تا حال همکاری صورت نگرفته است. از زمان ناپدید شدنش 40 روز گذشت. دیگر اصلا از وزارت داخلی و حکومت ناامید شده میگوید شوهرش. اصلا هیچ همکاری نمی کنند، حداقل مرا بشنوند، مرا از نزدیک ببینند، تماس بگیرند. سید محسن هاشمی اینچنین میگوید پس از مراجعت های به تکرارش سخنگوی فرماندهی امنیت کابل یک بار با او گفته است که
هیچ گونه معلومات درباره زلوله هاشمی نیست و در صورت به دست آمدن اطلاع او را در جریان میگذارد. این زمان عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان ادعا کرده است که زلوله هاشمی به دلیل زورآوری و خشونت شوهرش خانه را ترک کرده است و از آن زمان تا کنون معلوم نیست کجا پناه میبرد. او به رادیوی آزادی گفت اطلاعات ما نشان میدهد که این زن با شوهرش مشکلات خانوادگی طولانی مدت داشته است. در نتیجه به گفته او به دلیل افزایش خشونت در روزهای اخیر مجبور شده است خانه را ترک کند و به جای دیگر برود. ما نیز در تلاش هستیم که بفهمیم کجا رفته است. ممکن است که او برای گرفتن طلاق با ما و یا پلیس تماس بگیرد، گفت نماینده وزارت کارهای داخلی طالبان. اما شوهر زلوله این ادعاها را قاطعانه رد کرده به رادیوی آزادی گفت که در رابطه های آنها هیچ مشکلی وجود نداشت. و از همکارم خیرمان بقازاده همچنین پرسیدم که درباره کی و در تحت کدام شرایط ناپدید شدن زلوله هاشمی چگونه فرضیه ها وجود دارند. درباره ناپدید شدن زلوله شوهرش سید محسن هاشمی روز 20 ایون به رادیوی آزادی صحبت کرده و گفته بود که همسرش 16 روز قبل ناپدید شده است. به گفته او زلوله با هدف خرید از خانه بیرون رفته و دیگر برنگشته است. تعدادی از حامیان حقوق زن ناپدید شدن زلوله هاشمی را نگران کننده نامیدند و گفتند که نبود هر گونه اطلاع درباره سرنوشت او شبهه برانگیز است. رادیوی آزادی تلاش کرد با پدر، مادر و یا دیگر از اهل خانواده زلوله هاشمی صحبت کند اما موفق نشد. زلوله هاشمی ساکن شهر کابل یک پسر 4 ساله دارد که به گفته پدرش اکنون دلتنگ مادرش است و وضع روانیش هم خوب نیست. سید محسن هاشمی ادعا میکند که گاه با خانواده همسرش مشکل داشت. او میگوید اخیراً پرونده مهاجرت آنها به آلمان نهایی شده بود و قرار بود که به زودی افغانستان را ترک کنند. آنگونه که گفتیم زلوله هاشمی زمانی در افغانستان به شهرت رسید که در یکی از مرحله‌های برنامه ستاره افغان، یک آزمون آوازخوانی در تلویزیون طلوع، در میان 10 مرد و زن مقام دوم را به دست آورد، ولی با بازگشت طالبان به قدرت سکوت اختیار کرد و دیگر هیچگاه در صحنه هم دیده نشد. تشکر. همکارم خیرمان بقازاده درباره بیدرک شدن یک آوازخوانی جوان افغان صحبت میکرد که سال 2016 شهرتیار شد، ولی با بازگشت طالبان به قدرت که موسیقی را منع کردند دیگر صدایش را جای نمیشنیدند و حکومت طالبان که بیشتر از 3 سال پیش سر قدرت آمد در این مدت زنان افغان را از حقوق زیادی بنیادی از جمله تحصیل و کار هم محروم کرده است. و در تاجیکستان یک جوان 34 ساله را برای بدرفتاری با همسرش و تا به خودکشی رسانیدن او دستگیر کردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 14 ایول با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت که این جوان از ناحیه ظفرآباد در ولایت سوخت پیوسته با همسر 28 سالش جنگ و جنجال می‌کرده است و زوجه‌اش بنابر معامله‌های بی‌رحمانه و جبر و ظلم شوهر روز 39 ایول در عاقلخانه منزل استقامتیشان خود را به دار آویخته است. وزیر همسر این زن که نامش را نبردند با اتهام به خودکشی رساندن پرونده جنایتی باز کردند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که سال 2024 در کشور تقریبا 260 زن و دختر یا قصد خودکشی کردند یا خود را کشتند. به قول مقامات رسمی سبب این ظهورات منفی در تاجیکستان جنجال‌های بین زن و شوهر، وجود نداشتن همدیگر فهمی در بین اعضای عائله، سطح پست زندگی و هم بیکاری و دیگر بیماری‌های روانی بوده است. اخبار آزادی به پایان رسید. از آنکه تا پایان برنامه با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. اگر میل خواندن خبر بیشتر و یا ویدیوهای دیگر را دارید پس سری بزنید به وبسایت azadi.org و صفحات ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام و تیک تاک. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.